وزارت کارهای خارجی حکومت در افغانستان تشکیل کرده حرکت تندرو طالبان در یک بیانیه ویژه خبرها درباره زدوخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را تشویش‌آور نامیده و دوشنبه و بشکک را به قطع زدوخوردها و حل مسائل مرزی از طریق مذاکرات و مکالمه دعوت کرد. در اظهارات وزارت خارجه به نام امارات اسلامی افغانستان که سخنگوی این وزارت عبدالقهار بلخی در توییتر چاپ کرد چنین گفته می شود: وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان زدوخوردهای اخیر مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را تشویش‌آور می‌داند و در رابطه به قربانیان اظهار اندوه می‌کند. این زدوخوردها برای مردم ملکی هر دو طرف مشکل ایجاد کرد، از جمله باعث کوچانیدن هزاران نفر در قرقیزستان شد. خبر قربانیان و بیجا شدگان اندوه‌آور است. امارات اسلامی از هر دو طرف دعوت می‌کند که مسائل مرزی را برای مکالمه و حسن تفاهم حل کنند. ادامه زدوخوردها می‌تواند امنیت و ثبات تمام منطقه را به هم بزند. مردم هر دو طرف مرز نباید قربان و یا وادار به ترک خانه و درشان شوند. گفته می شود در اظهارات خارجه امارت اسلامی افغانستان.